اصیل نظرزاده دیروز در نشست خبری گفت که میخوایم تاریخ سازی کنیم برای فوتبال باشگاه افغانستان. حالا سانتر بلند دیگری و این بار دیگه خوب نشان داده در ترکیب ابو مسلم. همچنین ضربه سر او زد و گل هم روی اشتباه او تقریبا به ثمر رسید، اما خب شوت بسیار خوبی زد بازیکن امید موسوی. عبور میکنه بازیکن، پاس خوبی هم میده، فرصت برای ارسال توپ هست، پاس خوب، ضربه‌ای که بالا باید زده بشه، بزن امید موسوی. خط دفاع ابو مسلم شروع شده، همون رقم با پاس خود رساندن، کمتر بازی هوایی داشتن. سمت چپ میدان حالا سانت خوبی است، فرصت برای بازیکنان ابو مسلم، حالا شوت و این ضربه ای که باز هم تبدیل به گل نشد. تیم پارو هم روی چنین فرصتی بود که به گل رسید و یک توپ تقریبا میتونیم بگیم اتفاقی رسید. این صحنه هم اینجا شوتی که ناقص داده شد و در نهایت هم امید موسوی ضربه سرش. عجب توپی گل نشد، دروازه خالی رو باز نکرد. چی رقم این توپ به گل نرفت؟ وای وای وای. بازیکن کلمبیایی ابو مسلم و دیگو رو اتفاق افتاد. یک غافلگیری، گفتم حمله بکنیم بعد در دفاع خیلی بی اشتباه باشیم. ابو مسلم با کارت زرد دوم جریمه شد. آخرین ثانیه ها باز هم فرصت از زرد دومش باز هم دوباره تلاش کنن در لیگ افغانستان قهرمانی بیارن. با $100,000 AFC پول میده به تیمی که کوالیفای میشه به گروپ راوند.